لطفا خرید اینترنتی نکنید. این که میگم خرید اینترنتی نکنید، حتی از سایت هایی که نماد تجارت الکترونیکی و درگاه پرداخت رسمی دارن منظورمه، و یعنی سایت های غیر مجاز که اصلا یکی از کلاهبرداریه که اتفاق افتاده و هنوز اونقدر شایع نیست. طرف میره به یکی از سرویس های سایت ساز درخواست یه فروشگاه اینترنتی میکنه، اونا میرن با اطلاعاتی که اون فرد در اختیارشون گذاشته یه سایت میسازن، نماد میگیرن و درگاه پرداخت رسمی بانک میگیرن. یک فروشگاه بالا میاد که در واقعیت محصولی نیست، ولی اون فروشگاه داره محصول میفروشه و اون میاد سایتشو توی توراب، شیپور، دیوار، ایسان و هر جای دیگه تبلیغ میکنه. یه مدت کار میکنه، اگه زورش برسه زیاد 6 ماه 1 سال، و اگه زورش نرسه به 1 ماه 2 ماه اکتفا میکنه. وقتی تمامش راضی شد خط پشتیبانی خاموش میکنه، سایت هم میاره پایین و فلنگو میبنده. حالا شما میرم شکایت میکنم. اولا که پروسه شکایت خیلی طول میکشه و جدا از اینکه خیلی طول میکشه، شما باید اثبات کنید که اون کلاهبرداری کرده و اینجا یک معامله صورت نگرفته، که اگه نظر قاضی این باشه که یه معامله بوده، شما باید برین تو شهر اون طرف شکایتتون رو ثبت کنید و پروسه قانونی رو طی کنید و بعد از 1 سال 2 سال حالا به پولتون برسید یا نرسید که با احتساب تورم خیلی ارزشش افت کرده. لطفا برای دوستاتون، اونا که سنشون بالاتر و اونا که بچه ترم، بفرستین که موقع گول نخوره.